بچه امروز قراره چالش های ترند اینستاگرام و تیک تاک رو با هم دیگه اجرا کنیم. ترند به انگلیسی اینطوری تلفظ میشه. بابا بوی. چالش ها نشون میده کدوم یکی از ما بهتر و خفن‌تره. خب معلومه که بهترین منم آقا. چالش اول چالش بیسکویته و هر کدوم از ما 3 تا بیسکویت داره، باید از پیشونیش بیاره و بخورش. بچه هر کدوم 3 تا چی داره؟ بیسکویت داره. Calizeno teri. محمد بچه میذارین رو پیشونیتون و باید نخورین. نخورین بچه، رو پیشونیتون باید بذارین بیارین آروم آروم پایین بخورین. یعنی بذارین اینجا یواش بیاره. آفرین، از شما هم داورین. آره اینجوری آره میاریش پایین. بریم. الان خاطر هستی؟ آره دیگه من خالصم. نه دیگه با هم دیگه بریم. با هم دیگه بریم. 3 تا 4 تا با هم دیگه بذارین. بذارین. بله ای پیرش نه من رو چشم ای خارشگاه نفتی و هر کدوم 3 تا فرصت داری. این لاشی بازی کرده کشه نگو تو درنگی اهل میشه آج گیرم تو کسر داره. یکیشو گرام خوردی واقعا. آفرین مردار. ارو پیشونی آورده. خدا عجب بودم بذار با دست نه، دست دخالت نکنه. برید 3 تا هر کدوم بیشتر انجام داد برنده این چالش میشه. هر کس خیلی خوشمزه آدم حواس میکنه. بابا نخور کلش برو بعدی. نه تمرکز. چرا اینجوریه؟ تو گلوم گیر کرد من چشم دوالش بود. یه چالشه چه کار میکنی کیم؟ فوق‌العاده است این مثل. تو خدا میخواد بیا. ای وای. چی کردی؟ جمهورم خورم. نشد. با دست نخورم. با دست نه. با تو دهنم خودی. با دهن دست کلا دست نه دخالت کنه. برو سومی. دستت هیچ دخالتی نباید بکنه. اصلا خوردن هم باید دستت نباشه. بذارین. همین برو. من سومی هم 2 تاش ریدم. خب معلومه که بهترین منم. بچه من این فیلم کردم خیلی آسونه. بیا. ها همینجوری افتاد. پس خندون. یکی فروشم. چی؟ همین یه بار دیگه بگو. با زون بگیر. با دست خدا گرفتی. برنده جون. نه خودم. وایسا دومی میگه. سوخت میده. صاحب. چند What the fuck is that? چند تا؟ تو چیزا هم نمیخوام بیرون. 3 تا زد. آی فیلم بردار. نه آقا. نه نصف رو من خوردم یکی. اسراف؟ نه شون نیست. چند تا؟ چند تا؟ 2 تا زدی تو دهنت. خدا رو فیلم نگاه کن. برو فیلم. تو 3 تا. برنده شدم داداش. من یه دونه تونستم. تو هیچی کلا معلومه. داور آی فیلم بردار میگه عمل این چالش رو بریم چالش بعدی. چالش دوم اینجوریه که من بالا سر کدوم میرم اینو بعد میگن استوب و من بزنم. بریم که بهتر بفهمیم چه جوری میشه. درسته؟ محمد. استوب. چند تا؟ 8 تا. 1 2 3 8. آرش 5 تا استوب. 1 2 3 4 5. دست نیار. باش زدی 5 تا شد. امیر بگو چند تا؟ 20 تا. مشکل داری بیا داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما آمده. خوش میگی آرش استوب. چند تا؟ 3 تا. 1 2 3
مامان چند تا 20 تا امیر بلندشم باید تجاوز میکنم. چند تا؟ 1 2 3. چالش بعدی آقا اینجوریه که از هر کدوم بچه‌ها میپرسن بعد دروغ بگن، اگه راست بگن آسمون چه رنگیه؟ آسمون چه رنگیه؟ آمانی آه آسمون دیر جواب دادی. اسمت چیه؟ ما جمشید. خب اسم باید بگو آرش. جواب بده. دارم میرم دیگه. شما بفهمید. دارم میرم. امیر نوران یواش بزن. بلند میشم. برادر مادر چیکارت میشه؟ فکر کردی؟ گفتم درو گفتم. پرسپولیس رنگ پیراهن چه رنگیه؟ سفید. نه با وای با 26 یعنی میخاره. ببینه. بیا میخاره. بیا خدا زدم. ها میشه به تجاوز ستای میکنی تو. خدا زدم. هر کی میدونه قزوین قبول نکنه. یعنی سرد قزوین عادت که رازم زدم. مزه میده بزنیا. امروز چند شنبه؟ در شنبه. هفته چند روزه؟ 8 روز. ماه اسفند چند روزه؟ 27 روزیه. بچه چالش بعدی اینجوریه که باید توضیح میدم. باید بطری رو بچرخونیم سمت هدف که رسید. آقا توپ تنیس میزنه آقا، چون میخواستیم اسراف نشه به همین خاطر توپ تنیس آوردیم. لطفاً بیان با هم یک کارایی صورت بدین. یعنی حساب سرایت بود. اصلا لایک کنید. خونه به خونه میایم در خونتون در میزنیم هی تا 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 قانون. خونه به خونه میایم در خونتون در میزنیم هی تا 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 قانون. چون که شما رو خیلی دوست داریم شادی و خنده براتون میاریم. چون که شما رو خیلی دوست داریم شادی و خنده براتون میاریم. از این خونه به اون خونه شادی و خنده مهمونه. تو این خونه تو اون خونه قناری داره میخونه. از این خونه به اون خونه پر میزنیم به قلباتون. خدا کنه که هیچ نشینه تو چشماتون. این چالش هسته که خیلی ترند شده که میشینه پایین بعد این میزنن تو سرش که بعد بگه کی تشخیص بده کی میزنه و اون میاد جایگزینش میشه. فلان فلان بچه تو یه زیدت نزن دیگه. خب این دوست عزیز اون اولی که زدن آیه مرزا کرم پر بودن. نه اشتباهه یه بار بچه اشتباه نزن یکی دیگه بزن. آره شو یکی بزن یا اسکر یه دونه با بذار اشتباه آرش نبود. یکی بزنین با دهتون کیان اسلامی خدا داداش اینو بگیر که من اودم. بچه آروم من آروم بسنزم داداش نه یه درجه نمیاریم. آقا رضا یه جوری بذار که نسوزه. امیر نه اشتباه. امیر درست خوش که یواش نزدم دیجی نمیزنه. من بعد میزنم. ای تو یه زیده. کیان اسلامی کیان اسلامی زد. ببرم بشی گفت نه.
بیا بشین. من میترسم بشینم. با بشین که قابل زایده. چی میگم مزر؟ چی میگم یارو بود یا ابوالفضل. اینه کی زد مرزا؟ ای خوک بستد مردم نشید ما که میزید. ریدی آخ ریدی. یواش بزن داشتی ولی نه. چی آرش؟ ای گویدم. خیلی نمیزنه. معدلم. بشین. بیا چکنم. اینطوری نزنه کلا کنده بشه. مثل آدم. خداشی گفتم. دیر گفتی دیگه. داداش. زود باش دیگه. چی بود؟ چی؟ آفرین. بزنین دیگه فقط من دارم میزنم. حالا بخوام شاپ دیگه. شما هیچ کدوم نمیزنی. میزنیم کاکا. بیا. الان دیدی ما زدیم. من زدم. امیر توی؟ ها؟ امیر. مرزا کرام بود. کیران زنه. خیلی آروم زد. یواش میزنم خدا یواش. سوتم. اصلا این گوشم. خدای آروم شد دستش دوی. نه. ولی نه نبریدم. پاکی شال. کی بود؟ کی بود؟ های بشی اسلامی. اونی. مکنمه. چشمای بند. چشمای با هم اصلا نمیدونم. کی زدی بش؟ زدین؟ اصلا خدای حرفای نزن بس. رفیقم. چی میزنی؟ هم زدین؟ زدیم. مرزا؟ خاک تو سرت مرزا. چقدر لای. آفرین. ویدیو تمام کنه. اینا هیچ کدوم نمیزنن. اینا هیچ کدوم نمیزنن. آرش اصلا یه بار زد. بشی الان درست. شما چرا نمیزنیم ما همش داریم جاب جاب میشیم. نمیزنی یه بار کلا زدی. بزن دیگه. بزن. آهای آروم بزن. یواش. مرزا؟ کیران ده. شکام پاره. چشمای یه بند. با دست رو در بیاره تو جون. چشمای بند. نکه دست. اشتباه کردم. تو چرا این برنامه می‌کنی؟ نگاه نکن مستقیم رو. مستقیم نکن. چشمای داره بند. کتاف میزنه. زود باش. زود باش. نفسم گرفت. ای بابا بگو دیگه زود باش. بیرون افتاده. اشتباه. اشتباه گفتم. نه بریش گفتم.